که داشتید با اشاره به انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی از روابط به جای ضوابط در فوتبال ایران سخن گفتید. میشه توضیح بیشتری بدید؟ بله، من چیزی که میخواستم بگم این مسئولیت یه ذره منه، به خاطر اینکه وقتی برگشتم بعد از 30 سال کشور ما روابط یه ذره جایگاه بزرگتری داره و مهمتر است یک کسی که ممکنه گزینه بهتری داشته باشه. دوست ندارم زیاد راجع به خودم حرف بزنم، ولی چیزی که من میدونم و کسایی که دور برم میبینن، تو 3 تا جام جهانی کار کردم بزرگترین مربیای دنیا، تو باشگاه گلکسی، باشگاه سامسونگ، هر کدومشون بودم، هر رفتم موفقیت و قهرمانی آوردم. پرسپولیس اومدم تو ایران و شرایط خیلی مشکل تونستم اول جدول این تیمو نگه دارم برای 24 هفته و فدراسیون و مردم ایران انتخاب کرده بودن افشین قطبی سرمربی تیم ملی و تو تقریبا 2 ساعت این عوض شد و به نظر من چیز خوبی نیست برای کشور ما و برای جوانان ما که دارن واقعا تلاش میکنن برای زندگیشون، که ممکنه اینا نخوان دیگه تلاش کنن، به خاطر اینکه میگن اگه ما تلاش کنیم بریم درس بخونیم و آخر روزی که ممکنه روابطش بهتر باشه بتونه کاری که ما میخوایم بگیریم، چرا پس این کارو کنیم؟ بهتره که فقط روی روابط کار بکنیم. این موضوعی که من آوردم راجع به علی دایی نیست، این راجع به چطوری فدراسیون ما فوتبال ما تصمیم گرفت آخرین صحنه کسی بیاره از سرمربی تیم ملی که گزینه‌اش هم اصلا نمی‌کردن از اون موقع و اون 4 نفری که فدراسیون تصمیم گرفته بود رو برنامه بگیره کنار گذاشتن و آقای علی دایی گذاشتن سرمربی تیم ملی. من برای علی دایی واقعا دوستش دارم، شخصیت بزرگی تو کشور ما، یه فوتبالیست تاریخی ما بوده و یه سرمایه بزرگ کشور ما هست و من میدونم خاطر خیلی جوونم هست، سالها وقت داره که تیم ملی ایران رو داشته باشه و منظورم اصلا بی احترامی بیشون نبود. من فقط اونجوری که فدراسیون آخرین لحظه تصمیم عوض شد راجع به اون می‌خواستم حرف بزنم و راجع به مسئولیتی که فکر کنم ما همه داریم و چیزایی که می‌بینیم و می‌کنیم میتونه بهتر باشه باید راجع به صحبت بکنیم و فکر کردم این موقع خوبی بود که این کار انجام بدیم. شما به عنوان یه مربی آشنا در فوتبال جهان شرایط کنونی فوتبال ایران رو در داخل به طور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فوتبالی که واقعا پتانسیل زیاد داره، بازیکن‌های خیلی خوبی داریم، بهترین تماشاچی‌های دنیا رو داریم. این چیزا خیلی چیزای مثبت فوتبال ما هست. فوتبال ما نظم بیشتر احتیاج داره، امکانات بیشتر احتیاج داره. سازماندهی تو فوتبال ما و برنامه‌ریزی خیلی پایین‌تر از جاهای دنیا هست. بعضی وقتا خیلی سخت برنامه‌ریزی کرد وقتی دور و برت خیلی بی‌نظم هست و فکر کنم فوتبال ما یه ذره مثل خیابونای ما هست. وقتی تو خیابون تهران رانندگی میکنی همه چی میشه، خیلی ماشینا این ور اون ور، پیاده‌وران این ور اون ور، موتورسیکل‌ها این ور اون ور و این یه ذره فرهنگ ما هست الان و میتونه خیلی بهترم بشه و ان شاءالله با کاری که میکنیم با پرسپولیس این واقعا راجع به قطبی یا پرسپولیس نیست، این راجع به تفکر جدید و یه ذره فکر کنم رفتار جدید فوتبال هست و ان شاءالله این رفتار، این تفکر بتونه مخصوصا که قهرمان بشیم یه اثر بزرگی تو فوتبال و فرهنگ ایران داشته باشه و این واقعا یکی از هدفهای بزرگ من هست و ان شاءالله با کمک دوستانم و هموطنانم بتونیم این تفکر جدید رو تو فوتبال ما بیاریم و شما خودتون میدونید فوتبال خیلی اثر زیاد میذاره تو جوانان ما و ان شاءالله جوانان ما بتونن یاد بگیرن که با رفتار خوب، اخلاق خوب، با علم، با آموزش و واقعا با تلاش زیاد کیفیتش رو دارن که هر چیزی که آرزو میکنن تو زندگیشون رو برای خودشون و خانوادهشون داشته باشن. جناب آقای قطبی، با توجه به حضور 8 ماهه شما در ایران در سطوح بین‌المللی در رقابت‌های برون مرزی و با توجه به گذشته پر افتخار فوتبال ایران نسبت به آینده این ورزش چه نظری دارید؟ من نظرم مثبته، به خاطر اینکه فوتبالیستایی که من میبینم، جوانانی که میبینم خیلی خوشحال میشن ببینم چقدر واقعا عشق فوتبال دارن، خیلی کیفیت‌های خوبی دارن و وقتی میبینم مردم چقدر واقعا قلبی دوست دارن فوتبال و کشورشون، انگیزه هست برای این و فکر کنم امکاناتی که باید داشته باشیم ما یه ذره باید سرمایه‌گذاری کنیم تو آموزش فوتبال و زمین‌ها و جاهای تمرین برای فوتبال. باید مجاملای تو فوتبال تو تیم‌های مختلف مثل آقای کاشانی داشته باشیم که بتونن با قدرت وایسن. تیم ملی ایران گذشت من هست و واقعا پشت من هست دیگه. من راجع به
کنم. الان تمام تمرکزم برای قهرمانی پرسپولیس هست. تنها چیزی من دوست دارم بکنم آرزو موفقیت برای آقای علی دایی و تیم ملی ما هست و هر کاری پرسپولیس یا من میتونم برای ایشون و تیم ملی انجام بدیم که تیم ملی بتونه به 2010 برسه انجام خواهیم داد. چه پیش بینی رو میکنید در مورد صعود تیم ملی ایران به مرحله بعد رقابت‌های جام جهانی؟ گروه سختی هست ولی انشالله تیم ملی ایران کیفیت خوبی داره، بازی خوبی داریم و بتونه بره تو جام جهانی 2010.